شهر دوشنبه میزبان نشست سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل میباشد. در این نشست سران 9 کشور عضو این اتحاد اشتراک میکنند. اوکراین به این نشست هیئت نفرستاد و ترکمنستان را باشد معاون نخست وزیر نمایندگی میکند. قرار است در نشست دوشنبه سران عضو اتحاد دولت‌های مستقل 16 مسئله را بررسی کنند که مهمترین آنها این سازشنامه درباره مبارزه با جنایتکاری برای سال‌های 2019-2023 و سازشنامه درباره مبارزه با جنایتکاری در ساحه تکنولوژی‌های اطلاعاتی میباشد. اینچنین در نشست دوشنبه تاجیکستان رهبری دورگی اتحاد دولت‌های مستقل را به ترکمنستان می‌سپارد. از شب گذشته ورود سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل به دوشنبه شروع شد و تا این لحظه علیه رئیس جمهوران مولداوا و شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان وارد دوشنبه شدند. چهاربین‌های وابسته به نشست سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در دوشنبه دو روزهای 27 و 28 سپتامبر برگزار می‌شوند و قرار است بعد از ظهر 27 سپتامبر در دوشنبه نشست شورای وزیران کارهای خارجی این اتحاد برگزار شود و فردا 28 سپتامبر سران 9 کشور عضو اتحاد دولت‌های مستقل در دوشنبه در کاخ سامان با هم ملاقات خواهند کرد.